دستگیری مامورانی که افغانی خفت می‌کردند. این باند 15 نفره خانوادگی سرقت می‌کردند. پدر و پسر، داماد، پدر داماد و چند نفر دیگر از فامیل. بعضی سرقت‌ها از خودرو بوده، از منزل بوده، شب بوده، روز بوده، گاهی در جاده بوده. در ساعات مختلف روز در سطح شهر میچرخیدند و با دیدن اتباع عموما افغانستانی کارشون شروع میشد. 21 رمضان بود، من میرفتم محل کارم. یه ماشین آمد از اون بر جلوی در گفت بیا اینجا، صدا زد منو. خودشان را مأمور مواد مخدر معرفی میکردند. میگفتند مشکوکیم که مواد فروشی. گفت از هر شب تا الان ما تعقیب کردیم مواد میفروشی. آقا دست انداخت گفت بیا ما بازرسی کنیم چی دارید. از ما پرسید گفت توی خانه چند نفری؟ بریم یک بازرسی بکنیم خانه شما. ما گفتم ما که توصیه نکردیم دیگه پسر. بیا نگاه کن خانه. کارت شناسایی و کارت بانکی را میگرفتند به همراه رمز که میخواهیم ببینیم چقدر کاسب بودی و مواد فروختی. گفت ما استلام بگیریم کار نداریم. اگه کسی مأمور باشه نیاز به گرفتن رمز کارت نداره، میتونه خیلی راحت اون استلام ها رو از طریق بانک انجام بده. بندگان خدا از همه جا و همه کس بیخبر هم که لباس مأمور را به تن اینها میدیدند، هر چی میشنیدند باور میکردند. همه ما لال شده مثلا نمیتونستیم حرف بزنیم. تو جایی واسه شک نداشت؟ آره گفتم شاید شک بده، شاید خب خیلی همشهران. بعد از باز اینجا کار کرد بابا یک ماشین پلیس نبودین. اما ببینیم این سارقان از چه کسانی سرقت میکردند. پیرمرد 68 ساله‌ای که هنوز کار میکند. کارم کارگری. آره بدهکارم به خدا، قسط دارم الان درو میدم. و دیگری پیرمرد 74 ساله‌ای که دیگر توان کار ندارد، نان افغانی درست میکند و میفروشد. روزی چقدر در میاد؟ روزی 60 تومن 80 تومن. زندگی ما تلخ است. کسی کمکگر ندارم، کارگر ندارم. نگفته نماند این سارقان فقط از افغانستانی ها سرقت نمی‌کردند. ایرانی های زیادی هم توبه شدند. در قم، ساوه، عراق، کرج، شهریار، شیراز و احتمالاً شهرهای دیگر. من 25 تا 50 تومانی بود، 1,250,000. این پرونده اما چند نکته قابل تأمل دارد. اینکه احتمالاً از افغانستانی ها یخ‌خوازی شده که کارت اقامت ندارند و نمی‌توانند شکایت کنند. پس احتمالاً تعداد شاکیان بسیار بیشتر است. از همین نقطه ضعف استفاده میکنن و اینها رو با اون نقطه ضعف میترسونن که اگه با ما همکاری نکنید شما رو مثلا اخراج میکنن از کشور. اما اینکه چرا آدم‌هایی که اتفاقاً هیچ ریگی به کفششان نیست اینطور و به همین راحتی هول میشوند و اطمینان میکنند، موضوعی که باعث شد ما هم با لباس‌هایی که از نیروی انتظامی گرفتیم با مردم روبرو شویم تا واکنششان را ببینیم. یالا بگو. یه کلانتری شرقان. عین سارق‌ها به هر کس که رسیدیم گیر دادیم و تا جایی که تیغمان برید تیغ زدیم. این پلاک تخلف داره. کلانتری بیاد گوشیاتونو بگیر. با موتورت بیا. چرا عقب واسه جلو. یه پیژو پاس کمتر از 2 دقیقه. هیچ شکی هم نکرد. بنزین چنده؟ 2 تا 20. 2 تا 20. من کلی آموزشگاهاشو رفتم و چیز شده. طوری نیست. می‌خواستم میبرم کلانتری یا کلانتری. 3 نفرم هستید. یه نفرتون شک نکرد که آقا من شاید مأمور نباشم، به همین سادگی موتور 17 میلیونی تو رو بردم. مردم هول می‌شدند تا جایی که آب دهانشان خوش می‌شد و نمی‌توانستند نفس بکشند. چه ترسیدی؟ آب دهنتو بود. دست دل می‌لرزه. آب دهنتو بود. اصلا پلیس ندیدیم، ما آدم میترسه. خب حق دارید. من فقط از خاطر لباسای شما خیلی چی کردیم؟ گفتم شکلون گفتم هول کردی. از چی هول کردید؟ بابا این لباس امنیت قراره به شما بده. اما نکته اینجاست هیچ کس در هیچ محله‌ای کوچکترین شکی هم به ما نکرد. حتی کارت شناسایی هم از ما نخواست. همه مدارکت هم کامله. چرا ماشین دادی به من؟ نمیدونم والله. شما با این لباس اومدی. همه دارای من موتوره. خب همه دارایی تو من تو یه لحظه بردم، چرا چی کاری نکردی؟ خب چه کار میکنیم آقای عزیز؟ شما لباس نظامی تنشون بود. خب من که سوار که نرم قربون تو برم، هر چی شما میگیم چه. من کشیدمت کنار گفتم پول داری به من بده. تا این حدم شک نکردی. این دوربین مخفی نه برای خنده که تنها گوشه ای از عمق ناآگاهی مردم را نشان می‌دهد. آنچه روزنه اصلی سودجویان، کلاهبرداران و مأمورنماهاست. من تأکیدی که به مردم شریف عزیز استان قم دارم، اگر چنانچه در رفتار افرادی که قاطعاً در سوء استفاده از موقعیت مثلا پلیس میکنن به اونا مراجعه میکنن و موضوعاتی رو از اونها طلب میکنن که قاطعاً جزء وظایف پلیس نیست، مثلا درخواست وجه میکنن، درخواست اشیایی رو میکنن یا از ذرایع مدارک خودداری میکنن، به پلیس صدای اطلاع بدن و مطمئن باشن همکاران من حتما در کوتاه‌ترین زمان اونجا حضور پیدا میکنن. اما یادمان باشد در مواجهه با ماموران نیروی انتظامی چند نکته را در نظر بگیریم. اول اینکه کارت شناسایی بخواهیم.
حواسمان به خودروشان باشد، خودرویی که باید نظامی و متعلق به ناجا باشد. کارتون مدرکی را اگر می‌دهیم هیچ دلیلی ندارد رمزش را بگوییم. خودرو یا موتور را خواست سوار شود، حتما کنار دستش بنشینیم و تا مطمئن نشدیم به کلانتری یا پاسگاه می‌رود پیاده نشویم. و دست آخر هر جا که شک کردیم یک تماس کوتاه با 110 بگیریم. مأمور قلابی که باشد در جا فرار می‌کند. و این را بدانیم احکام قاطع قضایی در انتظار کسانی است که از لباس نیروی انتظامی سوء استفاده می‌کنند. حبس تا 15 سال برایشون در نظر گرفته بشه. غیر از اینکه رد مال هم در تمامی سرقت‌ها حکم رد مال الزام قانونی است و باید اموال سرقت‌ها را برگردانده بشه. در نهایت اینکه لباس سبز ناجا لباس خادمان مردم و حافظان حقیقی نظم و امنیت، جان و مال و ناموس مردم است. پس آگاهانه و قانونمند با صاحبان این لباس برخورد کنیم. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما. میزنه سوار روز اونمو روز